یک جوکی هست در ادبیات عامه ایرانی، در کوچه و بازار میگن تیمی با تیم آرژانتین یا بارسلونا مسابقه داشت و خلاصه طرفشون مسی بود. مربی تاکید میکرد آقا مسی رو بگیرید، خصوصا به دروازه‌بان گفت حواست باشه مسی که اومد حواست باشه. چند دقیقه از بازی گذشت، هم چسبیده بودن به مسی. دروازه‌بان که چیزی از فوتبال نمیدانست شروع کرد و گل به خودی میزد. مربی بخت برگشته گفت که آقا مسی رو ولش کنید، قزنفر رو بگیرید. دروازه‌بان اسمش قزنفر بود. در فضای سیاسی ایران متاسفانه قزنفرهای زیادی داریم. در مسائل کلان مثل بحث روابط با امریکا و بحث تقابل با اسرائیل، حق دفاع مشروع ما در مقابل رژیم کودککش و اشغالگر اسرائیل، بهتره که سران نظامی ما، وزارت خارجه ما، سخنگوی دولت محترم صحبت کنه. میبینی هر کسی صحبت میکنه، از جمله قزنفر آقای عبدالمالکی است که ایشون باید در مورد اون دورانی که در کیش و منطقه آزاد تشریف داشتن، دورانی که بالاخره بر صندلی قدرت تکیه زدن، بیان صحبت کنن، نه که ما راه‌های انرژی از کشورهای اسلامی، کشتی‌هایی که مثلا به اسرائیل سوخت میبرن، مثلا ما با کشور اسلامی جنگ نداریم، مثلا با کشور همسایه مشکل نداریم، مشکل ما با اسرائیله. خب مشکلمون هم با اسرائیل مطرح میکنیم، اگر بزنیم در خاک اسرائیل میزنیم، چرا کشور همسایه‌مون رو بزنیم؟ مگر در قضیه تقابل ما با اسرائیل اینا همکاری بکنن، اون بحث جداست. بازم اونو سران کشور عرض من تا آقای عبدالمالکی چه کاری که حرف میزنیم؟ اما حرفی که به ضرر ماست. کشور اسلامی نگاه میکنن در سیاست خارجیشون، تجدید نظر میکنن. الان همه اسرائیل هیئت خلوت امریکاست، همه به امریکا تبریک گفتن. از نتانیاهو میگه تا سران عرب، و آقای اردوغان میگه به دوستم تبریک میگم. دوستم آقا جان. بعد حالا بیم حجم تجارت اسرائیل با کشور اسلامی. اولا که 300,000 بشکه از قزاقستان و آذربایجان میره به اسرائیل. یه خط لوله ایجاد کرده امارات، از توی عربستان رفته به اسرائیل. دو، اسرائیل به اردن و مصر گاز میده. قبلا وارد کننده بوده از مصر، الان صادر کننده است. اسرائیل حجم مبادلات تجاری 11 میلیارد و بیشتر دلار با ترکیه و آذربایجان داره. در سال گذشته اسرائیل حجم مبادلات تجاریش با کشورهای عربی، مشخصاً بحرین، امارات، مصر، اردن و مراکش، بیش از 1 میلیارد دلار بوده. ما کجا رو میخوایم بزنیم؟ اصلا چرا همش بزنه؟ ترکیه سومین شریک تجاری اماراته. گفته من کم کردم، قطع کردم. بالاخره اونم باید افکار عمومیشو یک مقدار قانع بکنه. کجا نزنیم؟ هم موشک نزنیم، هم حرف مفت رو نزنیم. آقای عبدالمالکی پلیز من با دانشجویان یه جوری کم شوخی میکنم، جور دیگه صحبت میکنم، با اطرافیانم جور دیگه صحبت میکنم. به شما اگه بگیم به تریش قباتون برمیخوره، ولی اگه ناراحت نمیشین خفه شین لطفا. ببخشید خفه شین. در نبندید این سخن تا حق را، آتشی آید بسوزد خلق را. سفره مردم رو همش تحت تاثیر این حرفای اراجیفتون نکنید. ما با کشور اسلامی درگیری نداریم مادامی که به دشمن ما کمک نکرده است. طرف ما اسرائیل. جور تیار باشه.